واتبع السیئة الحسنة تمحوها. کارهای بد انجام دادی، برو فوراً کار نیک را انجام بده. شاید کار نیکت باز او گناهیت را محو نابود میگردن. سو شد، دشنام دادی، غیبت کردی، آبروی مسلمان تعرض کردی، فوراً برو باگین تخت حضور الله خدای معذرت طلب من، اشتباه قلب من، الله بر حضور اونم کارهای خیر انجام بیارین. تمحوها، دنبال از بدی ها کارهای نیک انجام بدی، محو نابود میگرداند. و خالق الناس بخلق حسن، رفتار بکو به همراه مردم به همراه اخلاق نیکو، گل و گلزار میگرداند، تو را شیرین میگرداند، تو را زندگانی تو را لذیذ میگرداند. محبت، عفو. هر روز فکرت خراب است، بامداد خواندی یک قسم دیگه، بامداد نخوان که بیخی غضب زیاد میشه، او را شیطان خراب میکنه، بیرق شیطان گرفته، بامداد نخواندگی بیرق شیطان بالا میکنه، حرکت میکنه تا شام هزاران تا از دلبت میشه. خیلی بامداد خواندم درست نخوانده با جماعت، یا خوانده به اخلاص خوانده، از همه بامداد شکوه شروع است. امروز به من کسب نشد، خدا به من رس نمیتی، از من بعدش آمده. الله بامداد خواندی یک قسم دیگه، بامداد نخوان که بیخی غضب زیاد میشه، او را شیطان خراب میکنه، بیرق شیطان گرفته، بامداد نخواندگی بیرق شیطان بالا میکنه، حرکت میکنه تا شام هزاران تا از دلبت میشه. خیلی بامداد خواندم درست نخوانده با جماعت، یا خوانده به اخلاص خوانده، از همه بامداد شکوه شروع است. امروز به من کسب نشد، خدا به من رس نمیتی، از من بعدش آمده. الله تو به الله رجوع بکن، خدا میکنه کارت را. عن عایشه رضی الله تعالی عنها قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان المؤمن لیدرک، هر آینه مؤمن در مییابد. مؤمن مسلمان کلگه که تریکن تا پیکن نمان تا پیکن بحسن خلقه، اخلاق نیکو، رفتار نیکو، خیرش به جامعه برسد. درجه صائم القائمی، درجه صائم روزدار از صبح تا شام، ایرم ثوابش الله پوره میدهد به اخلاق نیکو میکردگی انسان ها. و القائم، شب قیام لیل کرده تا سحر نمازهای نفلی خوانده، خودش خواب روزه رم میخوره لکن اخلاق نیکو دارد. انسانی که اخلاق نیکو قلسه دایم روزه دارده ثوابه و کیچه قیام قلیتگان انسان لن ثوابن الله من عطا قلید. سبحان الله. روز قیامت که الله ترازوی میزان قوید بندلرن بر تتلته، هر عملی که انجام برگم بسه کلاد بر ترازوی قوید بر عمل ده سوره شونه اخلاق قنداق مردم منم آزرده دیدم است با همه آزرده بر حیوان جنگلی تو زلگن، حیوان درنده خیرگه بارسا آزار بره، یا زبانه منم یا قوله یا عیقی یا مال دارالی آزار بره. سبحان الله قنچه خطرناک. الله تمونی که تا اخلاق نیکویش بیار در ترازوی میزان بگذار، اخلاق نیکو داره یا نداره، رفتار نیکو کرده، کارهای خیر انجام داده، به مردم مسلمان ها نفعش رسیده. مبارک چی میفرمایند؟ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن، هیچ چیز گرانتر از در میزان مؤمن روز قیامت یوم القیامه من حسن الخلقی، از اخلاق نیکو وجود ندارد. و ان الله یبغض الفاحش البذیه، الله بغض میورزد، خوشش نمیآید، الله دوست ندارد انسان فاحش و بذی، بدکار، بدگفتار. و ایگه نمه رقم زشت رفتار قله، همشره منم، آنه قزم منم، آنه عروسی منم، آتا اولاده منم، همه گذشت قصه اخلاق نیکو شریعت ایتکن چه حقنه پیش قصه بس زیاد طلب قلد، تقاضا زیاد، اونن خشن، اونن جنجال، اونن جنجال تا پلی بره. رسول الله مهربان قلدلن که اخلاق نیکو، رفتار نیکو، خیر، گذشت، غیزدی توشلی روز قیامت که پله حسانات زده آغر قلد.
Korhoy xayrga hamma vaqt sahim bo'ling. Siz asabingiz biron vaqt xarob bo'laveradi. Korhoy xayrda aytsa, normal bo'lsin. Kor xayr qildingiz, oyanda sizga naf'i eshitadi.